یکی از شخصانی که در ولایت سوخت بود این ایلهام یعقوبوف است. ما پدری نمیدونیم، ما اولاداش میدونیم، ما میدونیم که این تربیه خوب نگرفته است. این یک از آدمان لعنتی می باشد که بر ضد دولت، بر ضد سیاست دولت، بر ضد ملت، بر ضد منفعت‌های ملی تاجیکستان برآمد میکند. شخصی است که قدر و قیمت بزرگی و افضلیت ملتش نمیداند. شخصی است که به قدر آن موفقیت‌های بزرگی که تاجیکستان در دوام قریب 30 سال به دست درآورده است نمیفهمد. این کور است. برای آنکه امروز همین موفقیت تاجیکستان ندانستگی آدم دو وی دارد، علت دارد. یا وی کور است یا عقل بیرون. من خیال میکنم که همین ایلهام یعقوبوف هم همین کسی لیاب وی. وی هم از عقل بیرون است، هم کور است. کور به آن چیز است که وی همین پروگرس، همین ترقیات، پیشروی، بهتر شدن درجه زندگی تاجیکستان دیدن نمیتواند. کور است وی. دیوانه برای آن است که وی عقل ندارد که همه همین چطور به دست درآورده شد و برای عملی کردن این مقصدها در عمل جاری کردن اینها مردم ملت چقدر عذاب کشیده است. برای همین ما امروز به این آدمان لعنت میخونیم. ما اینها رو کرنمکترین انسان حساب میکنیم. ملت تاجیک از اینا شرم دارد، از این خیل فرزندان. اینا فرزندان ملت نیستند. برای همین لعنت به اینا. اگر درباره دادا جان یعقوبوف و پسر وی ایلهام یعقوبوف گپ زدنی باشیم، ما میگوییم که آنها خیانتکار هستند. آنها خودشون تاجیک حساب کنند، آنها از خاک تاجیکستان نیستند. آنها از دیگر جامعه در تاجیکستان زندگی کردند که در مسجد، در اشت و در خجند و اینا آدمانی هستند که ریشه ندارند. اینا چیزی صنعی هستند. برای همین، برای اینکه وی ریشه درست اولادی در این سرزمین ندارد، وی دلش به این ملت نمیسوزد. وی ضد این ملت میبراید. وی میخواهد این ملت در تمام دنیا بدنام کند. انا برای همین این خیل آدمان باعث سرپستی ملت میشن، باعث نارامی مردم میشن. اینا جنایتکار هستند، اینا خائن هستند. برای همین هم در تاجیکستان برای اینها جا نیست.